جنگلی پیش خونه آمدیم دوستانی عزیز. سحر کتی بچه مولو را برواد برچه ها تش برومدیم برچه های مایدک همورا او رایون رفتن رایون گسیل کردم کتی اوتشون هردش برچه کوی اومدم امجا فریادشون کردم آوازو مرنگ آوازوی براو کردم من برچه ها ایکیم کجا اومدن آواز ما شنیده تاک شم برومده با روز افتو خیلی گرم شده گفتم یگانجا در خونه رو گم شوم گفته پیش دروازه کودک کلی است که گرفته اومدم بیا بیایی اینا اومدن شما کجا اومدین؟ ها؟ گمشین بیا زردیلا بیا زردیلا اشکا میرم شیر میتونم شنا تار پیلته دست شیر ماندم شنا شیر پیلته را پاس کردم ماندم می بغض شیر گرمک شوه میارم میتونم شنا این جنگلی پیش خونه دوستانی عزیز خونه توفته است وقتی ما اینجا پیشا می اومدیم سالهای پیش و پیشه در اومدن نمیشید ای دسته علفه هم خیلی خشو شده گوی درنش مالا که میدرن میخرن همی علف و نودچه و همه چیره که میخرن سلابو ندر اومدن میشید نیتا میخیر من بالا کتی راه ماشینه میگذره ماشینه مبینی همی جنگل کتی مالا را نگاه کرده میگشتیم جنگل ده راستی دیگه وقتی و خیلی مال چرانی و جنگل آمدن نیست دیگه هر سال ما همجا دیا بیریوزه های درختش تگمی خودچینی می اومده ما از بینیم که یگان خود برامونده باشه سهر یا یگان وقت اصولا میخستم میگفتم سهر کتی خودچینی میرفتم اترزای کخنی نگاه میکردم که اوژه بابوشگاه همی دیریونی بگیم او طرف می اومدن اوژه همه را چینده می بردن تا ما ای وای خو خسته چوی پوی میکردم مردم ده انا خیلی بگیری به حد با مزه خشروی این خیلی بیریوزه یک تا دیگه در خونه هست تاگی اویم بسیار میافتم نصیب باشه خوزی اوجا میرین یک دو کامنتر رسید که گریبی چینی تو نسیون که کنین نصیب انشالله که امی یافتیم گریبی چیندن شه بانکا کردن شه سالیانی کردن شه شما دا نشون میتیم دیگه نیست همی یک دو نیافتم رفتیم خونه بیا بیا چیکی چیکی زردیلا بیا رفتیم بیا دیکی 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 بیا بیا من بالای جنگل دا بودیم دا همین قفای رو کردم که بالا نرفتم دا همین در جنگل کتی کودک گفته هم خداویده آمدم خچان بیا رفتیم روزه را کشادم اکنم دیم کم تر کشم روزه شد بیاین رفتیم من ماشین دا شیر میتیم در روزه را محکم میکنیم اکه میرم یا دا شیر میتیم این همه خیلی دوستانی عزیز کار و باری ما کودکا نباشن خدم همی سهر کتی ای قفای نمی برچه شیر تیو مرغدان تیو ای قفای زفت رکام خیلی سهر کتی حالا این سگ من باشم دخترهایی که همجا کار میکنن همه باشم و پیش طرف خونه نمیه ها اونم پیش در روزه دا اجداد کرده ایستاده یکی همه میان گفته او صبره برای چو بیان بیا
بیاین خوش رو بکن که هم تا ماه سپتامبر شیر میتیم شونه تمام دیگه 3 ماه میشن قریب دای دوباره آوردم خیلی هرچی که افتم شما برای که یا که اوچه ندارم مال که هم صغیره باشه که تیم مالو یک جان میشه اده نخلش میچره یک تن باشه هم خیلی دو تن باشه هم خیلی بیا ای بیا بیا تکی 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 یک فریاد میکنیم دوان میان این من بلمه این بریوزه دمی تریتوری مو هستای جوش که خیلی سالقی نیستای افتور هستای چی خیلی هستای که یگون دونه وای نیستای خوش نیستای او جنگل یا تا خوش افتم وای سویگیش بسیار اخش وای یک دونه خوش افتم این نیفتم اینو دخترها انا میخوای خودشوی مایده چه در کره برای سالونی کردن بینید چقدر سویجی اکای لازم میچنم اینه میشم چنم اینجا بسیار بوده اینه اینجا ده سنده اون طرف ده حوزه هم نشنه کامنتار یاشید که احتیاط کنین یگان خوچی مقصد بیزه و زهر نکنه چنین این تریتوری موده می تریتوری کنوش نیده و پشه یگان خوچی دیگه خیلی نمیبره بغرز از شمپانیون بعد جنگل میریم جنگل ها ده بسیار با خوچوی هر خیلی اونجا ده ما خیلی چند سالی که دنجیم میچینه میوریم خیلی میدونیم که کدومش زهر نکنه کدومش خوردن ممکنه همه را میچینیم اینجا خیلی بده خیلی هر روز بانک چای کنم میشود دخترای نما لیواده توزه در اومده اینجا اسبای اینجاش توزه های علافوش کمه میبینی سلابا نه هم کخش رو بر اومده تست چینم من قچیندم کودکم وای میشه بیدور میشه و عده چینم میبرم خونه همشه میشون هم خیلی بسیار بوده در جمع گشتم داری علف زورده کفته را بینین چه سویجی خشروه توزه کرده ستیلده انداخته هم گرفتسته اینه دوستانی عزیز انا میقدر شمپانیون چیندم قریب ستیلم پرشید ما درین انمی علف زورده گشتم می بیخ اومدم همش معلوم ایده وقتی چیندن چشمت میگذره اینجا نمیشه اینجا هم که علفش بسیار ما گشتم هم درین امیده کفته ای کدام تا علف یا طبیعه میفته که خیلی نمیقدر چیندم نصیب باشه وای میکنم خدم تو قایم امروز خیلی کودکم خواه تو بدور شدن شب بشوم توزه کنم هم شوشتنش قینه هم توزه کردنش مصور بسیار داره خیلی تا کودک بدور شدن ای جمع یک اون تا بچینم کخش روی که سویجی ببینید توزگیشه دخترها دای جمع گریبیارن مخششتا توزه کردم ببینید چه خشروان میش کمتر کلونه بلاکی کردمشون بالای پیلته دم ماندم نصیب باشه کمتر او انداختم و 2 قاشق نمک میندازم میجوشه خودش با او میبروره گریبی خیلی او بروردن میگیرم و یک بار دیگه میجوشونیم شه اوشا میگیریم خیلی با در دوام ویدیو با نشان میتیم تونم بسیاری بعد او میبروره
خیلی یک بار با درشلک میپولیم شه اوشه با یک بار دیگه میجوشونیم. خوچه ما اگر نمیخوام خیلی باشه میده چه 15 minut میجوشونیم. اگر که با کلانتر باشه میخوایی 30 minut میجوشونیم. ایما همش آلدرش میدم هست، کلانم هست، سردنیم هست. نه 30 minut نه 15 minut 20 minut من میجوشونم شون. جهازی ما دو قاشق نمک انداختم و 1 لیتر بره آب. وزی نجوشیده. بجوشه میخوای کف کرده با خودش آب میبره. پینکاوشه با سیمک کرده میگیریم. کفاشه. بالای خوچه را ما باید کشونیم تا جوش اومدن شد. جوش اومد خوچه را میخواد پینکاوشه سیمک کرده میگیریم. کف میکنه. پاون سیمک کرده میگیریم یک بار میجوشه با کف میکنه دوباره میخواد کفاشه میگیریم. اوش ده اهمیت ندیم وقتی جوشیده میخوای زرد میشه و اوش. وزی باید باید دیگه میجوشونو میارم. نه دوباره کفاشم گرفتم. نه جوشیده است. وزی باشه بالای پلیته میگیریم. ادین یک کاسرول دیگه دا میندازیم و آبی تازه میندازیم. دخترها دای جای 1 لیتر آوای برای مرینادش تیار کردن 1 لیتر آوای 100 میلی گرم اکسوس انداختم. 3 قاشق کلان باشه نمک انداختم. 3 قاشق کلان دیگه شکر میندازیم. حالا که نشان دادم اکسوس و آب 1 لیتر نمک و شکر. حاضی باشه می گریبیا را در همه آبی جوش آمده استگی می اندازم. انا میخواد جوشی دخترها حاضی باشه ما خوچه را گرفته در همه نمیخواد دخترها اکو می اندازیم می جوشه یک 20 minut بعد گرفته محکم میکنیم. ما بانکو را اوجه پرده گرفتم بزاپس نکردم موندو. حاضی باشه می بجوشه تمام. تا جوشیدنش هم نیسته دخترها چخیلی که گفتم 20 minut میجوشونم یگان چی نمیشه همه خشو میسته. تا جوشیدنش هم ما چسناک پوست میکنم 1 دوتا چیزی که درش میندازم اما را تیار میکنم. دخترها دمو در کار این لولوی ریز بانکو دا همش تا میندازیم و بانکو را پیش بلیتا میبریم دا همجا پر میکنیم گرم و گرمشته. اینای پرس گروشکه ایش و گوزدیکه هم خیلی یک تایی میندازیم. اینا چسناک وزی همش را تقسیم میکنیم. دخترها ما نگلاس همش را تیار کردستم. اکسوس و نمک و شکرش همش را نگلاس انداختم. همی گریبی را دیدم که مثال چنقای ارزنده چنق نمک و شکره همه قدر انداختم ده. ایخه ما چه نکردم یکون تشه. بعد چسناک میندازیم. چسناک رو هم خیلی میده میکنیم. همی هر یا بانکه ده راستچوتی همی از زوبچیکه میگیریم میندازیم و زیر باشه اینی گروشکو میندازیم همش ده. بعد چخیلی که گفتیم بانکو را پیش بلیتا میبریم و گرمیش محکم میکنیم. سه تای 4 تایی اندازیم بسنده های هر یا بانکه ده. نه دختران میخواد جوشیده است وزی باشه بانکو دا میبرداریم یک تا برداشته محکم کردن میگیریم. خیلی که گفتم ما بانکو را بیزه پس نکرده گیم همه شب در منطقه زون خجوشاندم. اینه بانکو را پر کردم وزی اکر اینه چخه خشرو وایشده خشرو اومدن 4 بانکه چشید نیم لیتره یا با فکرم وزی باشه محکم میکنیم.
Hagi yolda yagonçilerle memunim. Mexek tam tarxınıkşa. Burada padvalda memunum. 4 banka çeşit. چخاله که گفتم رپچپشه خیلی نگلاز انداختم. امدا 1 لیتر بانکاچه میتونه 1 قاشق کلان اکسوس اندازین. تنوش خیلی خنکشه توزه میکنم. نمیخواد دوستانی عزیز. چقدر مایده چش باشه بخش رو وای. نیاش مایده چش بسیار. خیلی دوستانی عزیز در پناه خدا باشن. خدا یار و مددگاری همه ما و شما باشد تا ولاگای آینده. خداوند نگهبانتون باشد. خیلی لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر